برای انتقال ته روی پارچه به چسب نواری پهن، کاربن و خودکار بدون جوهر احتیاج دارین. ابتدا ته مد نظرتون رو روی کاغذ بکشید یا از تهتون پرینت بگیرید. همونطور که در فیلم دارید میبینید، ابتدا روی کاغذ رو چسب نواری بچسبونید. این کار باعث میشه وقتی دارین ته رو انتقال میدین روی پارچه، کاغذ سوراخ یا پاره نشه و برای مدت طولانی میتونید از این تهتون استفاده کنید. حالا پارچه و تیشرتی که دارین رو روش کاربن بذارید. فقط حواستون باشه قسمت سر کاربن روی پارچه باشه و بعد ته رو روی کاربن قرار بدید. با یک خودکار که بهتر جوهر نداشته باشه ته رو بکشید و به این شکل ته انتقال داده میشه روی پارچه. یه نکته هم که لازمه بهتون بگم، از کاربن‌های زرد و سفید حتما برای این کار استفاده کنید. این بود یک آموزش ساده ولی کاربردی. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.